عزیزمونی همون مزمز. سلام. امروز اومدیم در مورد سوتیایی که تا الان دادیم صحبت کنیم و یه ذره حالت فانتور با هم داشتیم. امروز در واقع رفتیم خرید. بعد تو این خرید خب من طبق معمول سوتیایی دادم. اصلا سوتی دادم به نظر من خیلی خوبه. آره خیلی. کدومو بگم؟ اونی که رفتیم تو مغازه یا اینکه داشتیم میومدی؟ داشتیم میمدیم بگیم. میخواد در مورد همینجوری خواننده های رپر بود که داشتیم صحبت میکردیم. گفتم از میان این رپرها مثلا همه رپرامون که خوبن، رپرهای ایرانی، گفتم که از همه کچی یا خشی بهش میگن. دقیق اسمشو نمیدونم. گفتم این خیلی میخواد رپاشو باز کنه یا رپای بقیه رو مثلا باز کنه، خوب توضیح میده و اینا. بعد خب تو راه بودیم دیگه، پیاده داشتیم در این مورد صحبت میکردیم و اینا. یهو گفتش که آره کچی تو ویدیوهاش میگه که اینجوری گل رول میکنه توش میریزه بعد برگ رول نمیدونم حالا تکست کدوم رپر بود داشت مثلا توضیح میداد و اینا، قشنگ داشت توضیح میداد. یعنی منظور من این بود که مثلا یه رپری هستش که میاد رپر مثلا رپ کردن بقیه رو میاد خوب مثلا توضیح میکنه، بیان میکنه، چون خیلی هستن که اصلا نمیتونن بیان کنن، حتی نوشته های خودشون هم نمیتونن توضیح بدن. و اینکه تو خیابون سوتی دادین دیگه. حالا سوتی منو بگو. سوتیایی که یادم نمیاد. اصلا من سوتی من خیلی سوتی میده ولی یادم نمیاد. من بی‌نقصم. دیدی بی‌نقصم. گو نخور بابا، 1000 تا سوتی میده. خب من چند روز پیش داشتم میرفتم سر کار. خب من خیلی همه انسان ها هستن که روی سری چیزا خط قرمزشونه، منم جونم به ماشینم وصله. یه تو ترافیک بودیم، یه پرشیار میاد از بغل من بچه میزنه آینه‌شو میمونه به آینه من تقریبا یه حالتی میشه، یه جوری میشه که مثلا یه عقب جلویی میشه که من احساس میکنم آینه‌ام داره میشکنه و اینا. بوق که میگیرم، مرد با عصبانیت پیاده میشه به من میگه که داری چیکار میکنی و اینا، مثلا چه بوق گرفتی برام، اصلا تو چه حقی داری به من بوق بگیری و اینا. من بهش گفتم که ببین الان اگه آینه من میشکست یا مثلا خطی میافتاد یا میموندی به ماشین من، مثلا تو جواب میدادی، پول میدادی سر والا تو کشور ما تو حالا تو کشور ما تو جای دیگه طرف خیلی راحت میزنه، تصادف اتفاق میفته، ولی موقع پول دادن و مثلا تاوان نمیده بالاخره دیگه. این دیگه ما اونجا شروع کردیم به دعوا کردن و در حدی که من دیگه خواستم بیام پایین و می‌خواستم بگیرم چپ و راستش کنم بزنمش و اینا، که پیرمرده میاد ما رو جدا میکنه. جوونه میگه که بابا برو سوار ماشینش شو، مثلا این دختره چی می‌خواد دستش بلند کنه بهش میگه بیا پایین که دیگه اصلا قرار بود که برام پایین و دعوا بشه، که دیگه پیرمرد من گفت تو بگذرون، حالا نمیذاره تو بگذرون اینا، که دیگه هیچ دیگه اینا همونجا داستان عشقی شما شروع. روز که گفتم که رفتیم بازار و اینا، یه سوتی بزرگی که دادن تو مغازه بودیم، مرزی می‌خواست چیز بگیره، جاسویجی بگیره برای خودش. بعد من این جاسویجی رو میدیدم، نمیدونستم که آقا این پشت من وایساده، من حالت یه دیوار چین جلوش ظاهرا و اون چیزی که من میبینم و نمیبینم دیگه. هی من گفتم و اینا که حالا با حالتی که مثلا گفتم تو از اونا رو خودش قرار ادای منو قرار در بیاره و اینا، هی بهش گفتم اینو ببین خیلی خوشگله و اینا، این جاسویجی رو مثلا جون کن. دختره تو مغازه وایساده و بزن مریم رو نگاه می‌کنه، من نگاه می‌کنم، من پشت مریم بودم مثلا هیچی نمی‌دید، بعدا بیان نمی‌کرد که من چی نمی‌بینم، فقط اینجوری سر مریم رو میدم. بعد مریم گفت یونیکورن. من گفتم جاسویجی یونیکورن خیلی قشنگ نمی‌دید، من مثل دیوار چین. حالا قرار بود این ویدیو مربوط به سوتی باشه و اینا، ولی حالا ما سوتی خاطره رو قاطی می‌کنیم چون الان مثلا یادمون نمیاد هر چقدر فکر کنیم. چرا من یه مدت تو به نملیکی میگفتی ناملیکی قدیم نمون یاد داده بودم ناموزه بابزه دیگه ما همونو میگفتیم از بچه ناموزه بابزه ما پیاله دیگه. حالا اگه اینجوری قرار بگیر من خب خیلی از مثلا فرهنگ لغت من با مال خیلی ها مثلا فرق میکنه. مثلا من در روز شاید 1000 تا سوتی بدم. قطعا سوتی میدم. من کی سوتی میدم؟ تو خیلی سوتی داری که من الان یادم نمیاد بگم. تو تخریب کنم جلوی بچه‌ها. اگه الان یادم نمیاد. یه روز ما پام چی میریم یه کوی یه جای خلوتی کنار چشمه و اینا، که ما دیگه آخر غروب که میافته آفتاب مثلا غروب میکنه و اینا، ما چایمونو با خوراکیمون برمی‌داریم همه چیز جمع میکنیم زیر و اینامونو، میام سوار ماشین میشیم تا حالت چای بخوریم و اینا، که دیدم یه ماشین اومد کنار من اول نگه داشت با یه حالت ادا اصول و شیشه رو بیار پایین و ببر بالا و اینا، که دیگه من دیدم اوضاع خیلی خیته و اینا، ماشین روشن کردم که در بریم مثلا فرار کنیم و اینا، بعد جلوی ماشین ما رو نگه داشت، یعنی یه جوری من ماشینش رو گذاشت جلوی ماشین ما که ما نتونیم بریم.
بعد من دیگه راهی نداشتم، اگه زنگ می‌زدم به پلیس که پلیس خیلی طول می‌کشید بیاد، یا مجبور بودم که همونجا ماشین رو ول کنم خودم مثلا یه جوری بیام، یا بعد مثلا می‌زدم طرف لم کردم دیگه. من تصمیم گرفتم من همیشه سعی کنم خشن‌ترین حالت ممکن برخورد بکنم دیگه. به مرزی گفتم هی گاز میدادم به مرزی گفتم مرزی تهش اینه که تو گوشیتو تو دست نگه دار، زنگ بزن به پلیس، منم حالا چی می‌کنم، منم اینا رو میترسونم اینا. هی دنده عقب طور میومدم، هی می‌خواستم برم سمت جلو، هی گاز که اینا از جلوی ما میترسن، از جلوی ما میرن دیگه. تو تا کجا پامشن دنبال ما همینجوری میان، تا کجا همینجوری با ما میان و اینا دیگه. ما خیلی ترسیده بودیم، ولی خب این یکی از خاطرات سمی ما. خب بچه‌ها، من تا الان هر چقدر حافظم رو یاری میکرد خاطره و یا حالا مثلا چی بهش میگن سمی صحبت کردن و یه همچین چیزایی، مثلا سوتیایی که تا الان دادیم فعلا تا همین قدر مثلا یادمون بود و اینا. اگر شما دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بر من بذارید چون خیلی به من کمک میکنه. و اینکه اگر این دوست داشته باشید و خیلی لایک بخوره و اینا، یه ویدیوی دیگه مربوط به همین دوباره درست میکنم، ولی سری بعد قرار باشه بیان هر کدوممون لیست تهیه میکنیم جلوی دوربین، نه اینکه مثل من مثل این خانم همه چی یادش باشه بعد من هی یادم نباشه. چون بخوام سوتیای تو رو بگم باید تومانه بنویسم. امیدوارم این ویدیو رو خیلی دوست داشته باشید. خداحافظ.